سلام بیتفایای عزیز، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوایم در مورد تعریف توکن با هم دیگه صحبت بکنیم. حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باشین. قبل از که ویدیو رو شروع بکنم یادتونه که حتما کانال بیتفای رو سابسکرایب داشته باشید، این ویدیو رو لایک کنید و بریم که شروع کنیم. خب بچه‌ها، همونطور که گفتم توی ویدیو میخوایم در مورد تعریف توکن صحبت بکنیم، چه کاربردهایی داره، فوایدش چیه، انواع توکن ها رو با هم دیگه مثال بزنیم و کلاً در مورد توکن ما هم صحبت بکنیم. اول تعریفی ازش داشته باشیم. توکن یک دارایی دیجیتالی هستش که در بستر بلاکچین ساخته میشه و خودش یک بلاکچین نداره. یعنی اگر که بخوایم تعریف درستری داشته باشیم، توکن ها میرن روی شبکه های خاصی و اونجا ایجاد میشن. حالا شبکه ها مختلفه، مثلا توکن هایی که روی شبکه اتریوم ساخته میشن میشه ERC20، توکن هایی که روی شبکه بایننس اسمارت چین ساخته میشن BEP20 و به همین شکل. کلا میشه گفتش که توکن ها یک دارایی های دیجیتالی هستن. حالا جالبه که بهتون بگم که شاید خیلیتون فرق توکن و کوین رو ندونید. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. کوین رو ما به ارزهایی میگیم که خودشون شبکه و بلاکچین خاص خودشون رو دارن، مثلا اتریوم. ولی اون ارزهایی که اومدن روی شبکه اتریوم ایجاد شدن، مثل یونی، مثل شیبا و حالا سایر ارزها، به اینها میگن در واقع کوین، چون خودشون شبکه و بلاکچین اختصاصی خودشون رو نداشتن و رفتن روی بلاکچین یک ارز دیگه ایجاد شدن. پس اگر که خواستین فرق کوین و توکن رو بدونید، کوین میشه پول اصلی اون بلاکچین که خود شبکه اختصاصی داره، ولی توکن میشه اون دارایی که میره و روی یک بلاکچین دیگه و به این شکل در واقع ساخته میشه. این تعریف توکن و کوین. حالا بریم سراغ این که ببینیم که توکن ها چه فوایدی دارن. خب حالا بریم ببینیم که توکن ها کجا استفاده میشن. توکن ها استفاده های خیلی مختلفی دارن، مثلا توی بازی ها، توی اپلیکیشن ها، توی بحث حاکمیت و رأیگیری شبکه، توی بحث پرداخت ها و خلاصه میتونیم بگیم که توکن ها یک بخش بسیار مهمی در بلاکچین و ارزهای دیجیتال هستن که کارایی بسیار زیادی دارن. خب حالا چرا از توکن استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه غیر قابل تقسیم. شما از یک توکن میتونید کلی داشته باشید، غیر متمرکزه و هیچ چیزی درش دخیل نیست و همه چی داره غیر متمرکز انجام میشه روی شبکه و میشه براش برنامه ریزی کرد، مثلا از طریق قراردادهای هوشمند بیایم و یک برنامه‌ریزی روی توکن ها اجرا بکنیم که اون رو انجام بدن. همه چیز شفاف هستش در بستر توکن ها، به راحتی جابجا میشن و دردسر خاصی برای انتقال و جابجاییشون هم وجود نداره. اینا خوبی های توکن ها هستش. حالا میخوام چند مدل از مهمترین توکن ها رو بهتون بگم. استیبل کوین که از مهمترین توکن ها هستن. دسته دیگه توکن های کاربردی هستن، مثل مانا و اپتوس که نقششون در شبکه خیلی کلیدیه. دسته دیگه توکن های حاکمیتی هستن، مثل میکر و یونی که اینها توی حاکمیت شبکه و رأیگیری و تصمیم گیری های آینده شبکه دخیل هستن که نقش پررنگی رو ایفا میکنن. دسته دیگه هم توکن های NFT هستن که اونا هم خیلی مهمن و توی حالا زمینه، حالا میتونه آثار هنری باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه حتی مربوط به بخش بازی ها باشه و خلاصه این هم دسته دیگه از توکن ها هستش. یه دسته دیگه از توکن ها هم هستن که توکن های صرافی ها هستن. مثلا صرافی Crypto.com یک توکن اختصاصی برای خودش داره به نام توکن CRO. میاد توی بخش تخفیف کارمزد یا حالا مصارف این چنینی کار میکنه و این هم یکی دیگه از دسته از توکن ها ما میتونیم به حسابش بیاریم، به خاطر اینکه بالاخره خب یک صرافی وجود داره که یک توکنی رو داره. البته قبلا هم بودن صرافی هایی که توکن داشتن، ولی خب حالا در حال حاضر نیست و میشه گفت به Crypto.com میتونیم اشاره بکنیم که توکن خاص خودش رو داره. البته که حالا توکن ها خیلی بحثشون گسترده است و انواع مختلفی دارن. من به مهمترین هاش اشاره کردم که خیلی هم وارد مباحث پیچیده نشیم. اینایی که گفتم میشه گفت مهمترین انواع توکن ها هستن. حالا توکن های مثلی و غیر مثلی که در قبل بهتون گفتم چه فرقی با هم دارن. توکن های مثلی توکن هایی هستن که شبیه همن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. مثل چی؟ مثل استیبل کوین ها.
یه دونه USDT با یه USDT دیگه هیچ فرقی به لحاظ ظاهری یا کارایی نداره و حالا میلیون ها توکن وجود داره که شبیه همن و در دسته توکن های مثلی قرار میگیرن کلا همه استیبل کوین ها. حالا توکن های غیر مثلی کدومن؟ مثل NFT ها که هر توکن با توکن دیگه فرق داره. مثلا یک توکن مربوط به آثار هنری، یکی دیگه مربوط به نقاشی، یکی دیگه مربوط به بازیه و کلا هر NFT جداگونه و منحصر به فرد برای خودش هستش و میشه گفتش که NFT ها در دسته توکن های غیر مثلی قرار میگیرن. حالا ما از کجا میتونیم توکن ها رو بخریم؟ ما هم توی صرافی های متمرکز و هم توی دکس ها یا صرافی های غیر متمرکز میتونیم بیایم و بریم توکن ها رو خریداری بکنیم. کجا توکن ها رو نگهداری بکنیم؟ توکن ها رو ما میتونیم هم در کیف پول های نرم افزاری مثل تراست والت، مثل متاماسک، مثل سیف بل نگهداری بکنیم. حتی میتونیم توی کیف پول های سخت افزاری یا کیف پول های مثل لجر اینها رو نگهداری بکنیم و اونش دیگه دست خودمون هستش. ولی معمولا اگر اون میزان توکنی که شما دارید نگهداری میکنید بالا هستش، بهتر هستش که به کیف پول های نرم افزاری اکتفا نکنید و حتما دارایی های خودتون رو در کیف پول های سخت افزاری نگهداری بکنید. البته که رعایت تمام موارد امنیتی هم به خصوص اون 12 کلمه‌ای که باید یه جا یادداشت کنید خیلی حائز اهمیت هستش و این موضوع رو به شدت توی بحث امنیت جدی بگیرید. خب حالا بریم سراغ این که چرا توکن ها اصلا مهم شدن. توکن ها باعث شدن که استارتاپ ها بدون کمک بانک ها بتونن سرمایه جمع بکنن. باعث شدن که بازی ها به دنیای اقتصاد بتونن بهتر راه پیدا بکنن. پروژه های کریپتویی غیر متمرکز تر و بهتر بتونن کار بکنن. پروژه های کریپتویی غیر متمرکز اداره بشن. هنرمندهای بستری وجود داشته باشه که بتونن بیان آثارشون رو بفروشن. و کلا پول توی اینترنت خیلی راحت‌تر و سریع‌تر و بهتر جابجا بشه. اگر که توکن نبود هیچ وقت بازار ارزهای دیجیتال انقدر نمیتونست رشد بکنه. پس میشه گفتش که توکن یک عضو جدا نشدنی از ارزهای دیجیتال هستش. خب اگر که بخوایم یک جمع‌بندی از این ویدیو داشته باشیم باید بگیم که توکن ها سادن، قابلیت برنامه گرفتن دارن، میشه خیلی راحت روشون با قراردادهای هوشمند برنامه اجرا کرد، قابلیت تفکیک شدن و تقسیم پذیری دارن و خیلی ساده هستن، امنن، شفافن، غیر متمرکزن و توکن ها در واقع یک دارایی هایی هستن که روی شبکه های مختلف مثل شبکه اتریوم، مثل شبکه بایننس اسمارت چین اونجا ساخته میشن و خیلی راحت میتونن که کار بکنن و میشه گفتش که بستر اصلی و پایه اصلی بلاک چین ها هستن توکن ها و بدون اونها بازار ارزهای دیجیتال هیچ معنی نداره و میشه گفتش که توکن ها آینده پرداخت، آینده اینترنت، آینده اقتصاد حتی و آینده ارزهای دیجیتال هستن. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر براتون مفید بود حتما لایک کنید، کانال ما سابسکرایب داشته باشین. تو ویدیو بعدی میبینمتون.